آلمان از سرگیری، پذیرش و انتقال افغان‌های در معرض خطر خبر می‌دهد. وزارت امور خارجه آلمان در تاریخ 26 ژوئن روند پذیرش و انتقال افغان‌های در معرض خطر را راه‌اندازی مجدد کرده است. این وزارتخانه اعلام کرده است که در این برنامه حداکثر 1000 نفر هر ماه به آلمان منتقل خواهد شد. این تصمیم پس از توقف موقت فرآیند به دلیل نگرانی‌ها درباره سوء استفاده اتخاذ شد. این شروع مجدد برنامه تعهد آلمان به ارائه کمک و پشتیبانی به افغان‌های آسیب پذیر در مواجهه با خطرات جدی در کشور محل سکونتشان را بیان می‌کند.